وزنین ترین حالت در حیات انسان وقتی کندن جان است. ان المؤمن یموت بعرق الجبین. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه مؤمن با عرق جبین میمیرد. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم ان للموت لسکرات، موت این سکرات دارد، عذاب ها دارد. حتی حضرت فاطمه عذاب جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم حس کردند، گفتند که و کرب ابته و کرب ابته، ای پدری من عذاب کشیده ایستاده است، پدری من مشقت کشیده ایستاده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفتند که پدرت عذاب نکشیده ایستاده است، نگفتند، بلکه اقرار کردند، گفتند که لا کرب علی ابیک بعد اليوم، بعد امروز به پدرت دیگه کرب نیست. گفتند مشقت های دنیا بعد امروز به پایان میرسد برای پدرت، چون که وعده الله هست. بهترین منزلت در آخرت از آن حضرت محمد علیه السلام هستند و پیامبر صلی الله علیه و سلم به این ایمان دارم. بنابراین میگه لا کرب علی ابیک بعد اليوم، بعد امروز به پدرت دیگه مشقت نیست. از همه لحظه وزنین لحظه کندن جان، سپاریدن جان است. در آن حالت الله تعالی استوار و ثابت قدم میگرداند آنهایی که ایمان آوردند و در دنیا مستقیم بودند، بدین عمل کردند. برای بدین عمل کردن و مستقیم شدن علم آموختن لازم.